سرخط مهمترین خبرهای روز: پاسخ مقامات بیشکک به شکایت دانشجویان تاجیک، پیش‌صفی یک زاده تاجیکستان در انتخابات روسیه، همچنین رمزان قادیروف هم در انتخابات غلبه کرد و سخنگوی طالبان گفت شرایط تحصیل دختران را بررسی دارند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. وزارت معارف قرقیزستان به شکایت دانشجویان تاجیک که نمیتوانند برای تحصیل به آن کشور روند پاسخ داد. گروهی از دانشجویان تاجیک با امید باز شدن راهشان به قرقیزستان روز 20 سپتامبر در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شدند. آنها میگن از یک سو مرز بسته است و از طرف دیگر از روی اختصاص خود به دانشگاه‌های تاجیکستان راه نیافتند. قرقیزستان ماه می امسال پس از درگیری خونین مرزش را برای شهروندان تاجیکستان بست. نمایندگان وزارت معارف قرقیزستان گفتند طرح قرار را درباره امکان بازگشت دانشجویان تاجیک به این کشور آماده کردند. وزارت روز 20 سپتامبر در پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت در حال حاضر این طرح برای موافقه با نهادهای دختری قرقیزستان فرستاده شده است. از این تصمیم جانب تاجیکستان را بر وقت آگاه کرده بودیم. آمده است در پاسخ وزارت معارف قرقیزستان. وزیر معارف علمی تاجیکستان ماه ایول وعده داد که دانشجویان تاجیک را که در مکتب‌های عالی قرقیزستان تحصیل می‌کنند به دانشگاه‌های کشور خواهند آورد. دانشجویان میگن با بعضی سبب‌ها نمیتوانند در تاجیکستان تحصیل را دوام دهند. طبق آمار مقامات قرقیزستان در سال خوانش 2020-2021 در آن کشور تقریباً 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکردند. شمار دانشجویان قرقیز در تاجیکستان 105 نفر بوده است. رحیم عظیموف زاده تاجیکستان در انتخابات پارلمانی روسیه که از سوی مقامات تعریف ولی از سوی مخالفان تنقید شد، از رقیبانش رای بیشتر گرفته است. بنا به نتیجه های مقدماتی او در حوزه یک مندده 105 ولایت کیروف تقریبا 44% آواز مردم را صاحب شد. عظیموف از سال 2016 تا این دم نیز وکیل دومای دولتی بود و روز 20 سپتامبر در پیام از ساکنان ولایت کیروف برای پشتیبانیش سپاس گفت. رحیم عظیموف عضو حزب حاکم روسیه واحد است. انتخابات پارلمانی روسیه از 17 تا 19 سپتامبر برگزار شد. در حالی که مقامات از طرز برگزاری آن ستایش کردند، مخالفان و ناظران بی‌طرف آن را پر از قانون شکنی خواندند. رحیم عظیموف زاده شهرک شوراب اصفهان است. سال 1964 در عائله کارگر به دنیا آمده است. بیننده عزیز، همچنین طبق آخرین خبرها رمزان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان در انتخابات دیروزه برای مقام رهبری چچنستان غلبه کرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات چچنستان خبر داد که رمزان قادیروف 99.7% رای‌ها را به دست آورده است. دو رقیب او خالد نکایف و عیسی خاجی مرادوف تقریبا 0.5% رای را هم به دست نآوردند. رمزان قادیروف رهبر چچنستان از رهبران خودکامه گفته می شود و حامیان حقوق او را برای پایمال کردن حقوق بشر بارها تنقید کردند و حالا معلوم نیست که رمزان قادیروف در چه شرایط این رأی ها را به دست آورده است. سالهای قبل از انتخابات هایی که در چچنستان برگزار میشد شکایت ها زیاد رسانه شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین سفری خارجیش که به تاجیکستان انجام شد به شهر کولاب رفت. در اینجا رئیسی مقبره میرسید علی همدانی را که در میان مردم با نام مزار حضرت امیرجان معروف است زیارت نمود. گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دایره سفر رسمیش به تاجیکستان 18 سپتامبر به شهر کولاب آمده مزار میرسید علی همدانی را زیارت کرد. اثنای زیارت رئیسی در نزد استادان دانشگاه و ساکنان شهر کولاب صحبت کرد و گفت اگر ایران با کشورهای دیگر ارتباط سیاسی داشته باشد رابطه‌اش با مردم تاجیکستان از دل است. به عنوان جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم تاجیکستان و در جای جای این مرز و بوم، شهر و روستا، مردم مسلمان و مردم دلداده به خدا عشق می‌ورزیم. ارتباط ما بسیار ارتباط نزدیکی است. سفر رئیسی به کولاب در حال اتفاق افتاد که روابط دوشنبه و تهران 5 سال به این طرف به سردی پیچیده بود. رئیس جمهوری ایران در این سفر از آغاز فصل نو همکاری ها خبر داد. سفر رئیسی در کولاب 1 ساعت دوام کرد. او در این 1 ساعت از آثارخانه میرسید علی همدانی دیدن کرده با همین از کولاب به ایران رفت. ابراهیم رئیسی اولین پرزیدنت ایران نیست که از مزار میرسید علی همدانی زیارت میکند. در گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز آرامگاه این شخصیت را زیارت کردند. جالب بود که هنگام پیشوازی رئیسی در راه به سوی فرودگاه کولاب مرد خطاب کرده است: زنده باد احمدی نژاد.
маълум нест ин нидо иштибоҳӣ будааст ё ҳамчун зикри президенте ки дар даврааш равобити ду кишвар ба авҷ расида буд. соли 2001 кӯлоб бо ҳамадони Эрон бародаршаҳр эълон шудааст. ба хотири ин дар шаҳри Кӯлоб яке аз хиёбонҳо бо исми Ҳамадон номгузорӣ гашта хонаи Ҳамадон бунёд кардаанд. дар ҳамадони Эрон ҳам як хиёбон номи Кӯлобро гирифта ва низ хонаи Кӯлоб таъсис ёфтааст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, Кӯлоб. در پس منظر انتقادها از طالبان برای راه ندادن دختران به تحصیل، سخنگوی گروه گفته از شرایط بازگشت دختران از صنف 6 بالا را به تحصیل بررسی دارند. وزارت معارف حکومت طالبان اعلان کرد که پسران از 18 سپتامبر به مکتب و دانشگاه ها برای ادامه تحصیل برمیگردند، ولی درباره تحصیل دختران چیزی نگفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شام 20 سپتامبر به BBC گفته است آنها مشغول کار برای شرایط تحصیل دختران بالاتر از صنف 6 با هدف بازگشت آنها به تحصیل هستند. به گفته سخنگوی طالبان فعلا مکتب‌های دخترانه تا صنف 6 و مکتب‌های پسرانه برای تحصیل تا صنف 12 باز شدند. ذبیح الله مجاهد وعده داد که به زودی دختران از صنف 6 بالا هم به تحصیل باز می‌گردند. مسئولین حکومت طالبان از این پیش گفته بودند دختران و پسران حق ندارند یک جا در یک صنف تعلیم بگیرند. تعلیم دختران از جانب آموزگاران مرد را نیز جایز ندانستند. وزارت زنان افغانستان با وزارت امر معروف و نهی منکر تبدیل نام کرد. این وزارت همچون پالیسی اخلاقی عمل میکند و اجرا شدن حکم‌های شرعی را نظارت خواهد کرد. ظاهرا تجربه پلیس اخلاق به کشورهای همسایه افغانستان هم میکوچد. پلیس شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان در باغ‌های فراغتی نظارت را سخت‌تر کرده است. حالت‌های بازداشت جوانان در باغ‌های اشقاباد افزوده است. به نوشته رسانه‌ها پلیس نظارت میکند که ساکنان در باغ‌ها با کی میشینند. همراه نشستن پسر و دختران جوان باعث می‌شود که پلیس اخلاق به سراغ آنها رود. پلیس می‌تواند با هم نشستن آنها را منع کند در صورتی که اگر جوانان با هم پیوندی نداشته بلکه همدرس باشند آنها را به اداره پلیس خواهند برد. نظارت پلیس در ترکمنستان عادتاً در آستانه جشن‌های دولتی سخت‌تر می‌شود، حالانکه کشور با تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتیش آمادگی می‌گیرد. مقامات ازبکستان میگویند 16% ساکنان کلانسال این کشور ضد کرونا ویروس نو ام کرده شدند. با آگاهی وزارت تندرستی ازبکستان تا 15 سپتامبر به 10 میلیون ساکن این کشور مایه یکم واکسن ضد کرونا ویروس گذرانده شده است. بجز این 16% یا 3.4 میلیون شهروند کلانسال دیگر هر دو مایه واکسن را دریافت کردند. امکنی عمومی ساکنان ازبکستان 1 اپریل سال روان آغاز شد. پارلمان این کشور آخرهای ماه ایول قانون درباره حتمی شدن امکنی ضد کرونا ویروس نو را قبول کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 سپتامبر را فرا میگیرد. شب 21 به 22 سپتامبر سال 1991 در اوج رویارویی سخت سیاسی میان کمونیست‌ها و مخالفان آنها در تاجیکستان تازه استقلال در مرکز دوشنبه مقامات وقت به کندن هیکل پیشوای بلشویک‌ها ولادیمیر لنین اقدام کردند. کندن هیکلی که دوام 10 ساله‌ها در مرکز دوشنبه به رمز حکومت شورا و پایداری کمونیست‌ها تبدیل شده بود، آغاز تغییرات با سرعت سیاسی در کشور گردید که جامعه را تقسیم و راه را به جنگ شهروندی باز کرد. سپتامبر سال 2015 قانونگذاران دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کردند که به شرکت کنندگان عملیات جنگی در تاجیکستان مقام ویتران می‌دهد. این در حالی بود که روسیه رسما شرکتش در عملیات جنگی در تاجیکستان را هیچگاه اعتراف نکرده است و در یگان سند رسمی ذکر نمی‌کرد. آن زمان معلوم شد که 21,500 سرباز و افسر روس در جنگ شهروندی تاجیکستان از طرف حکومت شرکت کردند. 21 سپتامبر سال 2000 اسکندر خطلانی شاعر و روزنامه‌نگار سرشناس تاجیک خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو به طور فاجعه بار کشته شد. با گذشت 10 سالها عاملان کشتار او و سبب قتل خطلانی معلوم نشده است. خود او گویا با پیشبینی از مرگ نوجوان مردانه اش گفته بود خدایا بی وطن میمیرم آخر و بی گور و کفن میمیرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن میمیرم آخر. اسکندر خطلانی را در زادگاه شهر کولاب به خاک سپردند. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایین رفته است. ارزش دلار باشد تقریباً به تغییر است.
بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org 24 ساعت با تازه